درود بر شما همراهان عزیز و دوست داشتنی تکپاد. من علیرضا علیجانپور هستم و شما رو دعوت میکنم به 18مین اپیزود تکپاد. تو این اپیزود میخوام درباره یکی از تغییرات بزرگ تو سبک زندگی کاریمون صحبت کنیم. کار از راه دور. دیگه دوره‌ای که باید هر روز میرفتیم سر کار، پشت یه میز مینشستیم و ساعتها تو ترافیک بودیم، کم کم داره به پایان میرسه. حالا با تکنولوژی هایی که داریم خیلی از کارها رو میتونیم از خونه یا حتی از یک کافه انجام بدیم. پلتفرم های همکاری مثل اسلک یا مایکروسافت تیمز باعث شدن که ارتباطاتمون با همکارها تو هر جایی که باشیم راحت تر بشه. یا مثلا ابزارهای مدیریت پروژه مثل آسانا و ترولو کمک میکنن که همه بدونیم چه کارهایی باید انجام بشه و چطوری پیشرفت میکنیم. در ادامه بیشتر به این موضوعات میپردازیم و یه سری از تکنولوژی های جالب رو هم معرفی میکنیم که کار از راه دور رو راحت تر کردن. پس تا آخر این اپیزود با من همراه باشید. راستی تکپاد برای شنیده شدن به حمایت تک تک شما عزیزان نیاز داره. تکپاد رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تکپاد رو میتونید در اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام دنبال کنید. لینکش رو براتون تو کپشن میذارم. با من همراه باشید. خب همین ابتدای کار یه سوالی پیش میاد که کار از راه دور واقعاً بهره‌وری رو زیاد کرده یا نه؟ بعضیا میگن تو خونه تمرکز بیشتری دارن و بازدهشون بالا رفته، ولی یه عده هم میگن دلتنگ محیط کار و ارتباطات مستقیم با همکارا هستن. فرهنگ کار هم کلی تغییر کرده. ما باید یاد بگیریم چطوری توی تیمی که همه از راه دور کار میکنن تعامل سازنده داشته باشیم. خیلی خوب، بیاین عمیق‌تر وارد بحث بشیم. اول از همه کار از راه دور دیگه یه مفهوم جدید نیست. به خصوص بعد از کرونا خیلی از شرکت‌ها فهمیدن که خیلی از کارها رو میشه از خونه انجام داد. این قضیه کلی مزایا داره، مثل کاهش زمان هدر رفتن توی ترافیک یا حتی صرفه‌جویی تو هزینه‌های محل کار. اما بریم سر اصل ماجرا. تکنولوژی هایی که این سبک کار رو ممکن کردن. ابزارهای ارتباطی مثل اسلک و مایکروسافت تیمز به ما اجازه میدن بدون اینکه فیزیکی توی دفتر باشیم با تیممون در ارتباط باشیم. تصور کن همه پیام ها، تماس ها و حتی ویدیو کنفرانس ها رو میتونی تو همین ابزار داشته باشی. این باعث میشه احساس کنیم همونجا هستیم و همه چیز رو زیر کنترل داریم. بعدش میرسیم به پلتفرم های مدیریت پروژه. مثلا ترولو رو در نظر بگیر که با کارت های خفنش نشون میده چه کسی چه کاری رو انجام میده و تو کدوم مرحله است. یا آسانا که یه مقدار حرفه‌ای تره و میتونه به شما کمک کنه تا پروژه های بزرگتر رو با جزئیات بیشتری پیگیری کنی. این ابزارها باعث شدن که حتی وقتی تیمی از چند تا شهر یا کشور مختلف داره روی یه پروژه کار میکنه، باز هم همه بدونن دارن چه کاری میکنن و پروژه داره چطوری پیش میره. حالا یه سوال مهم، بهره‌وری چطوریه؟ خیلی ها میگن وقتی از خونه کار میکنن تمرکز بیشتری دارن. دیگه نیازی نیست هر روز مسیر طولانی رو برن و توی ترافیک گیر کنن. اما یه سری از آدم ها میگن این سبک کار اونو رو از ریتم میندازه. مثلا ممکنه راحتی خونه تمرکزشون رو به هم بزنه یا احساس تنهایی و قطع ارتباط با همکارا اذیتشون کنه. فرهنگ کار هم عوض شده. وقتی همه توی یه دفتر هستن، تعاملات روزمره مثل صحبت‌های کوتاه کنار دستگاه قهوه یا دیدن چهره‌های همکارا به حفظ روحیه و انگیزه کمک میکنه. اما وقتی از راه دور کار میکنی، این تعاملات باید یه جور دیگه جایگزین بشه. اینجاست که جلسات مجازی و حتی بعضی وقتها گپ‌های دوستانه آنلاین وارد میشن. حتی بعضی از شرکت‌ها جلسات غیر رسمی یا اوقات فراغت آنلاین برگزار میکنن تا ارتباطات بین افراد حفظ بشه. آخرش هم میرسیم به این که این تغییرات چه تأثیری روی آینده ی کار داره. خیلی از شرکت‌ها الان دارن ترکیبی از کار حضوری و از راه دور رو اجرا میکنن. به خصوص شرکت‌هایی که فهمیدن کارمندان از راه دور هم میتونن همون کیفیت کار رو ارائه بدن. این یعنی در آینده نزدیک کار از راه دور نه تنها یک گزینه موقت نیست، بلکه یک بخش ثابت از دنیای کاره.
پس تو این اپیزود قرار دقیق تر نگاه کنیم که این تکنولوژی ها چطوری دارن زندگی و فرهنگ کاری ما رو متحول میکنن و آیا واقعاً به بهبود بهره‌وری کمک کردن یا نه. خب بیاین با جزئیات بیشتری درباره هر بخش صحبت کنیم. بخش اول ابزارهای ارتباطیه که کلید کار از راه دوره. یکی از بزرگترین چالش‌های کار از راه دور ارتباط مؤثر بین اعضای تیمه. وقتی توی یه دفتر نیستیم نمیتونیم به سادگی با همکارا صحبت کنیم، اما ابزارهایی مثل اسلک و مایکروسافت تیمز اومدن تا این مشکل رو حل کنن. این پلتفرم ها فقط برای پیام دادن نیستن. توی اسلک میتونی کانال های مختلفی برای پروژه های خاص داشته باشی، فایل رو به اشتراک بذاری و حتی تماس‌های صوتی یا تصویری برقرار کنی. تو مایکروسافت تیمز هم جلسات آنلاین رو میتونی برگزار کنی با قابلیت‌هایی مثل اشتراک گذاری صفحه یا حتی ضبط جلسه. یکی از نکات جالب این ابزارها امکان تعامل سریع و لحظه‌ایه. قبلا ممکن بود یه ایمیل بزنی و ساعتها صبر کنی، اما الان با این پلتفرم‌ها تعاملات کاملا سریع و شفاف شده. به قول معروف انگار تیممون همیشه در دسترسه، حتی اگه توی قاره دیگه‌ای باشن. دومین بخش مدیریت پروژه، جایی که همه چیز منظم و قابل پیگیریه. کار از راه دور نیاز به شفافیت تو کارها داره. برای اینکه همه بدونن چه کاری دارن انجام میدن و کجا ایستادن، پلتفرم‌های مدیریت پروژه واقعاً به کار میان. ابزارهایی مثل ترلو که به سبک بوردهای کانبان کار میکنه، کمک میکنه تا کارها به صورت بصری و ساده نمایش داده بشن. هر کاری یک کارت داره و میتونی اون رو از مرحله ایده پردازی تا انجام و اتمام پیگیری کنی. آسانا یه ابزار پیچیده تره که امکان مدیریت پروژه‌های بزرگتر رو میده. میتونی وظایف مختلفی تعریف کنی، به افراد اختصاص بدی، تاریخ تحویل تعیین کنی و حتی با گراف‌های مختلف وضعیت پیشرفت پروژه رو ببینی. این ابزارها به ویژه برای مدیران پروژه یه نعمت بزرگه، چون باعث میشه همه بدون سردرگمی بدونن دارن چه کاری انجام میدن و چقدر جلو رفتن. سومین بخش بهره‌وریه. آیا کار از راه دور واقعا بهره‌وری رو افزایش داده؟ بعضی تحقیقات نشون میده که افراد وقتی تو محیط خونه هستن تمرکز بیشتری دارن. دیگه نیازی نیست وقتشون رو توی رفت و آمد و ترافیک هدر بدن. حتی میتونن زمانبندی کارشون رو بهتر کنترل کنن. یه عده میگن توی این شرایط زمان بیشتری برای کار مفید دارن، چون میتونن تو ساعتهایی که بهتر تمرکز میکنن کار کنن. اما از طرف دیگه بعضیا میگن توی خونه حواس پرتی‌های زیادی دارن. مثلا بچه‌ها یا کارهای خونه ممکنه تمرکزشون رو به هم بزنه. علاوه بر این، نبودن کنار همکارا باعث میشه حس تنهایی کنن و نتونن از انرژی جمعی تیم بهره ببرن. در نتیجه بهره‌وری بستگی به نوع فرد و محیط کاری داره که برای خودش ایجاد کرده. چهارمین بخش فرهنگ کاریه. یکی از تأثیرات مهم کار از راه دور تغییر فرهنگ کاره. وقتی همه توی یه دفتر بودن، ارتباطات حضوری و گفتگوهای غیر رسمی نقش مهمی توی ساختن تیم و بالا بردن روحیه ایفا می‌کرد. حالا با کار از راه دور باید این تعاملات به شکل مجازی ادامه پیدا کنه. بعضی شرکت‌ها برای جایگزین کردن این ارتباطات جلسات هفتگی مجازی یا حتی ساعاتی برای گپ‌های دوستانه آنلاین گذاشتن. بعضی از جلسات فقط برای تفریح و با هم بودن برگزار میشه، مثل اوقات فراغت آنلاین که توش میتونن از مسائل غیرکاری صحبت کنن. این تعاملات به حفظ روحیه تیمی و جلوگیری از احساس انزوا کمک میکنه. همچنین باعث میشه اعتماد بین اعضای تیم حتی در فضای مجازی هم قوی بمونه. و آخرین بخش آینده کار از راه دور. با پیشرفت تکنولوژی و ابزارهای همکاری، کار از راه دور نه تنها یه راه حل موقتی نبوده، بلکه حالا یه گزینه دائمی توی خیلی از شرکت‌ها شده. بعضی شرکت‌ها تصمیم گرفتن مدل هیبریدی رو پیاده کنن، یعنی کارمندها بتونن بخشی از هفته رو از راه دور و بخشی رو حضوری کار کنن. این مدل ترکیبی بهترین حالت رو برای بهره‌وری و تعاملات اجتماعی فراهم میکنه.
به نظر میاد در آینده حتی هوش مصنوعی و ابزارهای واقعیت مجازی هم وارد این فضا بشن و تجربه کار از راه دور رو به سطح جدیدی برسونن. تصور کن که بتونی توی یه فضای مجازی با همکارات جلسه داشته باشی، انگار که همه توی یه اتاق هستین. این تغییرات بزرگ توی سبک کاری و استفاده از تکنولوژی داره فرهنگ و فضای کار رو به شکلی تغییر میده که شاید 10 سال پیش حتی تصورش رو هم نمی کردیم. خیلی ممنونم که تا آخر این اپیزود با من همراه بودید. منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستم. یادتون نره تکپاد رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا اپیزود بعدی، اینترنتتون پرحجم.